چیه؟ فقط به خاطر یه خواستن یا نخواستن، یه توجه یا نکردن، یک کلید کردن یا نکردن، یک توکی گفتن یا نگفتن. اون چیزی که رو 80 میبینی همون رو 81 نمیبینی، رو 79 هم نمیبینی. منظور از رانندگی نمیخوام به تو بگم، منظور از این که کارش داریه کار به کارش نداشته باشه، کر میریزی، انگولک میکنی دنیا رو، نمیذاری تو به اندازه یک انگوش کن تو خورشید، انگوش میشه تو روزت، تو شبت، انگوش میشه تو همه چیت. بعد میگه ای آقا چرا انگشتم میکنی؟ چرا نمیشه ما یکی رو انگشت کنیم؟ انگشتم میخواد، از دو جهت انگشت میخواد. بابا جان، آقا جان، آی بگردم جگر جان، فدا چون عزیز جان، چی بگم؟ انگشت بکش بیرون، همین رو بس. نگاه، یک انگشته ولی عالمی انگشت توی تو میشه، دیدی هست تو هست، نگاه تو بنگر انگشتا یکی در میشه ازت، قشنگه. بعد یک آخرشی میگی که ایسا گفتم میگم برای تو که میگی تو گفتی که گفتم، ولی انگشت داریم تا انگشت. می انگشتت کنم یک دو بی دری رو انگشتر رو که توته رو بهت بگم، بعد ببینی چقدر انگشت توته. اینقدر گفتن براش به شعر و مثال هم گفتن انگشت. آی بگردم، جان ده بگردم. ای که اولیش همون که یکی توی ستا توتی، این یکی فراوون باور کن مغزه نیست اگه نکی انگشت زیاده. حالا فکر نکنیم ما که مثلا انگشتر کشیدیم و انگشت داره کشیده شده و داره میشه. فکر نکن پایانش که حالا کسی نبوده ببینه، ولی تعدادش دیگه هم میبینن هم دیدی. اصلا انگشت نما میشینی، این انگشت یک انگشت تو فکر میکنی یک انگشته، یک انگشت باور کن. نه به چاپ که نرسونده، مگر یک همین ویدیو به چاپ برسونش. آثار ثبته. آره همون که خودت میدونی، من که میدونی انگشتار. نه بابا انگشت. آره حالا برای مزهش یک انگشتی میزنیم. مواظب انگشتت باش. بابا شست پا هم انگشته، انگشت کوچیکی هم انگشته. آره مکان داره، زمان داره. اصلا ثباتی نداره که بخواد ثبتی داشته باشه. ثبات چی ثبت چی